میدونستی که اولین ساعت‌ها حتی ساعت هم نبودن؟ بیشتر از 3500 سال قبل از میلاد بابلیا و مصری‌ها از ساعت‌های خورشیدی برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌کردند و با مشاهده حرکت سایه خورشید روی سطح علامت گذاری شده زمان رو تشخیص می‌دادند. ولی شبا چی؟ اونا ساعت آبی رو اختراع کردن. این وسیله هوشمند زمان رو با کنترل جریان آب بین دو ظرف اندازه‌گیری میکرد و توی مصر، یونان و حتی چین استفاده میشد. با گذر زمان و رسیدن به قرن 13 اروپا اولین ساعت‌های مکانیکی رو معرفی کرد که با چرخ‌دنده و وزنه‌ها کار میکردن. اما تحول واقعی توی قرن 17 رخ داد. ساعت پاندولی که اندازه‌گیری زمان رو خیلی دقیق‌تر کرد و اینطوری شد که ما از سایه و آب به ساعت‌های دقیق رسیدیم که امروز استفاده می‌کنیم. اگه به این سبک ویدیوهای تاریخی علاقه دارید چنلم سابسکرایب کن، لایک ویدیو فراموش نشه.